وزدني إيمانا من قلبي الحيران ناديت يا منان وأمرني بالغفران وزدني إيمانا ذنبي تعلاني للذل أردني ذنبي تعلاني. استاد سلیمانی عزیز، شما گفتید که ابوجهل نیز عبادت‌های داشت، اما عبادت‌هایش هیچ نفعی به او نرساند. با پیامبر صلی الله علیه و سلم درگیری‌هایی که داشت و در همین مسیر بالاخره از بین رفت، کشته شد در غزوه بدر غالبا. بله، در بعد به هلاکت. سایر مشرکین قریش مشکلشان همین بود، البته عبادت داشتن اما عبادتشان هیچ دردی را دوا نکرد، هیچ نفعی برایشان نه در این دنیا نه در آن دنیا رسانید. چرا؟ همونجوری که اشاره فرمودید، الله متعال میفهمد که ابوجهل و ابولهب و مشرکین زمان رسول صلی الله علیه و سلم برخلاف آنچه که ما احساس میکنیم که سنگ پرست بودند، سنگ پرست نبودند. اونها سنگ پرست نبودند؟ اونها خدا پرستانی مشرک بودند. الله تعالی فرمود و ما یؤمن اکثرهم بالله الا و هم مشرکون. آیه 106 سوره مبارکه یوسف رو برای کی نازل کرد؟ در مکه مکرمه نازل شده این آیه. دقیقاً. برای کی نازل شده؟ الله متعال خطابش وقتی این آیه نازل شد و ما یؤمن اکثرهم بالله الا و هم مشرکون و ما یؤمن اکثرهم، هم این برمیگرده به مشرکین مکه. آنها ایمان نیاوردند به الله تعالی مگر خیلی از اونها شرک دارند به همراه ایمانشون. و الله متعال خود آیات مختلف اشاره کرد دیگه، وقتی که در خود کشتی فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین، یعنی خدا پرست بودن. دقیقاً. نه که یعنی مشرک، ما وقتی که میگیم مشرک خیلی از عزیزان فکر میکنن ابوجهل اصلا خدا رو نمیشناخت، اصلا فکر میکنه همون سنگی که میتراشید همون سنگ رو میپرستید. نه، خدا میدونست. الله تعالی میفهمد که اونها قبول داشتن همین موارد رو قبول داشتن و حتی احترامشون به کعبه دلالت بر این جریان میکنه، احترام اونها به حجاج بیت الله الحرام که حتی در زمان خودشون منحجی که از مسیر اصلی و اون حتی شعارشون لبیک اللهم لبیک مگه نداشتن؟ مگه ما قبل از رسول الله صلی الله علیه و سلم از زبان ابوجهل و ابولهب اینو نمیشنیدیم لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک الا شریکا هو لك تملكه و ما ملک. تملكه و ما ملک. گفتن خدا شریکی نداره، هیچ شریکی نیست جز تو مگر شریک خودت قرار دادی و مالک اون شریک هم خودتی و خودت تو یک اختیاراتی بهش دادی. اصلا اینه ما اگر میخوایم توحید رو بشناسیم استاد رحیمی عزیز، تا شرک رو نفهمیم، تا آن آیاتی که درباره شرک مشرکین مکه نازل نشده نفهمیم، توحید رو نمیفهمیم اصلا. که توحید یعنی چی؟ دقیقاً. چون توحید نقطه مقابل شرکه. بالکل. و اون شرکی که مشرکین مکه داشتن و اگه ما نشناختیم، ما از کجا میخوایم مشرکین رو بشناسیم؟ مشرک کیه؟ مشرک اون کسی که الله تعالی مشرک میگه، اون کسی که در قرآن برای ما معرفی میکنه شرکش رو. ما وقتی که میایم نگاه میکنیم الان اینها احترامشون به کعبه، حج، اینها حتی در جریان حجر الاسود که رسول الله صلی الله علیه و سلم رو قبل از بعثت حکم کردن، چرا جنگ داشتن؟ مگه چی بود؟ این حجر رو به خاطر قداستش، احترام به اشهر الحرم، ماهای حرام، این از کجا اومده بود؟ اینها همه نوادگان اسماعیل علیه السلام مگه نبودن؟ خود رسول الله صلی الله علیه و سلم نسل اسماعیل و کل قریش از نسل حضرت اسماعیلن. اینها از نسل ابراهیم علیه السلام بودن و بود بین اینها اون بقایا رو به انحراف رفته بودن، به شرک رفته بودن. شرک اینها چی بود؟ این خیلی مهمه که ما بفهمیم. وقتی ما به قرآن کریم نگاه میکنیم که خود قرآن کریم میفهمد و ما یؤمن اکثرهم بالله الا و هم مشرکون، خود قرآن کریم هم این شرکش رو برای ما معرفی میکنه. این شرکش رو که شرکشون چی بود؟ شرکشون این بود که اینها فقط همه چیزو میگفتن قدرت خالق مطلق الله، مالک الله، رازق الله، همه چی الله. فقط یک موضوعی هست که الله متعال یک بندگانی داشته، اولیای الله متعال بودن، اینها از دنیا رفتند، نیستند، اما اینها به خاطر قرب درجه‌ای که نزد الله متعال داشتند و دارند، اینها روح اونها همچنان روح اونها رفت و آمد داره بین ما و اونها روح اونها میان پیش ما و این مجسمه هایی که ما به یاد اونها ساخته ایم، و به شکل اونها درست کردیم، اینها در این مجسمه ها حلول میکنن
وقتی که روح اونها میاد در این مجسمه و ما میریم پیش اینها، یک سری حالا نظر و نیازهایی رو، مثلا یک گوسفندی حالا قربانی میکنیم براش پیش این بزرگوار، مثلا مقداری میریم سر سجده تعظیم میکنیم، رکوع میکنیم، سجده میکنیم، یا دست بلند میکنیم میگیم یا فلان یا فلان، دعا میکنیم و ازش میخوایم، این میشنوه صدای ما رو. مثل چی؟ قیاس کردن با یک آدم زنده. مثلا یک انسانی هست، اولیای خدا زنده است، نشسته تو خونش، میریم یک گوسفندی براش میبریم، یک هدیه براش میبریم، بعدم میریم پیشش، فلانی من خیلی مشکل دارم، برام دعا کن خدا مشکل من حل کنه. این کار اینو خیلی از ما الان وقتی که این حکایت از اینجا شروع شد، اصلا شرک در طول تاریخ بشر شرک از اینجا شروع شد. قیاس مردگان با زندگان از اینجا شروع شد مشکل. اولین باری که شرک در تاریخ بشر اومد در زمان نوح علیه السلام که اولین پیامبری است که برای مبارزه با شرک اومده و رسالت پیدا کرده. ود، سوا، یغوث و یعوق و نسر، 5 تا بوتی که نام اونها در سوره نوح ذکر میشه، اینها 5 مجسمه اولیای الله تعالی بودن. ود و سوا و یغوث و یعوق و نسر اینا اولیای الله بودن، 5 نفر بودن، 5 تا انسان صالح ولی الله متعال که به یک بار از دنیا رفتن و فراق اینها بر قوم نوح گران آمد و سخت بود و پریشان و درمانده موندن که ما شاگردی هم جای خودشون نگذاشته بودن. 5 نفر از تمام بزرگان قوم و سرداران قوم و علمای بزرگ قوم و اولیا رفتن موندن چیکار کنن در فراق اینها قوم. شیطان آمد به شکل یک پیرمردی و گفت که من اینها چرا پریشانین؟ گفتن والا 5 نفر از عزیزانمون اولیای الله متعال رهبرانمون از دست دادیم. گفت نگران نباشید. گفتن اصلا حال و حس زندگی نیست، عبادت هامون اون رنگ و رو رو نداره، اصلا همه چی به هم ریخت. گفت من اینها رو شکلشون رو دیده بودم، مجسمه های درست میکنم به شکل اینها، گوشه معبدها عبادتگاه ها بگذارید و هر وقت که حاضر میشید فکر کنید اینها هستن و هر وقت که میاد فکر کنید روح اینها میاد با شما در این عبادت ها شریک میشه. فقط همین. مرحله بعدی، نسل بعدی که آمد چی گفتن؟ گفت بابا پدر و مادرای شما به اینا احترام خاصی داشتن، اینها روح اولیا در اینها میاد اینجا، شما همونجوری که اینا زنده بودن پدر و مادر شما از اینا تقاضای دعا میکردن، حل مشکلات پیش خدا، شما میتونید این کارو بکنید. این کارو بکنید. اینها هم دیگه بعد اومدن یا هبل یا ود یا سوا یا یغوث یا یعوق یا نسر، ادرکنی اشفع لنا عند الله، ما رو نزد خدا شفاعت بکن، برو پیش خدا من روسیا، من بدبخت، من بیچاره، برو پیش اون شفاعت بکن. بعد جلوتر که اومدن حالا گفتن حالا وقتی گوسفندی می‌بردیم خونه‌ش، حالا خودش کار نیست دیگه، حالا گوسفند اینجا قربانی می‌کنیم به اسم این تا بیشتر حرف ما پیشش خریدار داشته باشه. بعد انحرافات زیاد شد، یعنی دامنه به جای رسید که حتی هر کسی یه گوشه هر چیزی برای خودش برمی داشت و دیگه حتی سنگ پرستی هم که بعضی جاها رواج پیدا کرد از همین شعبه به انحراف رفت. وقتی که انحراف زیاد میشه دیگه به هر جایی که داخل شد داخل میشه. درست. اما اصل ریشه اینجا بود. پس مشکل ما سنگ پرستی نبود، مشکل شخصیت پرستی بود. اینا گفتن ابو جهل و ابو لهب و امثالشون که از آبا و اجدادشون به ارث برده بودن این رو، نه که خودشون فقط. این انحرافی که در دعوت ابراهیمی علیه السلام و دعوت اسماعیل علیه السلام در شبه جزیره بعدها به وجود اومد، از اینجا به وجود اومده بود. و اینها چیکار میکردن؟ بر این باور بودن. قرآن کریم برای ما توصیف میکنه اینها حرفای من نیست، اینها صحبت من نیست، اینها مجموعه آیات کلام الله مجید رو که کنار هم میگذاریم این رو به ما میفهمونه. کلام متعال میفهمد. اینا چیکار میکردن؟ اینها و یعبدون من دون الله در آیه 18 مبارکه یونس عبادت میکردن غیر الله تعالی. من دون الله معناش بت نیست. ببینیم من دون الله معناش بت نیست، غیر الله تعالی. حالا میتونه چون آیات عام بیان کرد، یه عده غیر الله تعالی انبیا هستن، غیر الله تعالی اولیا هستن، غیر الله تعالی فرشتگان هستن، غیر الله تعالی جنها هستن. و این در بین جنها هم بود. جنها هم عده‌ای از اولیاء خود رو اندامی کردن و یک عده‌ای همین بعد به انحراف که کشید به جاهای مختلف رفت. خلاصه الله متعال میفهمد عبادت میکردن. خود همین رکوع کردن عبادت بود، سجده کردن عبادت بود. این نزد ما عبادت جانی داریم، عبادت مالی داریم، عبادت زبانی داریم، عبادت قلبی داریم. تمام جوارح ما عبادت میکنن. زکات یک عبادت مالی است، صدقه یک عبادت مالی است، نذر و قربانی کردن یک عبادت مالی است. ریختن خون خودش یک عبادته، به شرطی که در مسیر الله تعالی باشه. ریختن خون یک عبادته. ما در میدان جهاد کسی که خون یک کافری رو میریزه، دشمن الله تعالی رو میریزه،
این یک عبادته. کسی که یک حد الهی رو جاری میکنه برای یک انسانی، برای اون مسلمان باشه، قصاص میکنه از قاتل، این یک عبادته. خود عمل حد یک عبادته. بله. کسی که قربانی میکنه یک حیوانی رو که حلال گوشت است برای الله تعالی، خونش رو میریزه، عبادته. ریختن خون یک انسان، یک موجود زنده، ریختن خون یک موجود زنده که الله تعالی اجازه داده در چارچوب شرع، یک عبادته برای الله تعالی و فقط هم برای الله تعالی باید ریخته بشه این خون به اذن الله تعالی. این خون رو برای غیر الله تعالی ریختن میشه شریک کردن غیر الله تعالی در عبادت، یعنی عبادت اون شخص. و یعبدون من دون الله. به همین خاطر ما میگیم جلوی پای قاجی، رو جلوی پای عروس و داماد اگه کسی قربانی کرد شرک کرده در عبادت. عبادت میکردن غیر الله تعالی رو کسانی رو که لا یضرهم ولا ینفعهم، نه سود به اونها داشتن نه ضرری، و در پاسخ وقتی اعتراض میشد چی میگفتن؟ و یقولون بعد پوزش هؤلاء شفعاؤنا عند الله. این خیلی مهم. آیه 18 سوره مبارکه یونس، الله تعالی میفرماید مشرکین مکه غیر الله تعالی رو عبادت میکردند، عبادتی که به کسانی رو عبادت میکردن که نه سودی به اینها داشت و نه ضرری میتونست به اینها برسونه. در پاسخ میگفتن به چه حجتی، به چه بهانه‌ای، به چه دلیلی؟ هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هؤلاء، اینها، این کسانی که ما اونها رو به فریاد میخوانیم، یا لات یا هبل یا عزا یا ود یا سوا یا یعوق یا منات و یا نصر، اینها شفعاؤنا، شفاعتگران ما هستند عند الله، نزد الله تعالی. این شرک. چه هدف نیکی. آقا من بدبخت روسیا چه روی دارم برم پیش خدا؟ من همون جوری که شما میخوای بری پیش پادشاهی، وزیری، تو رو قبولت نمیکنه. تو کی اصلا میخوای پادشاه رو ببینی؟ تو کی؟ چی کاری هستن آقا؟ من میخوام برم پادشاه رو ببینم، مجبورم برم پیش یکی از درباریان، به واسطه پیدا بکنم. نه، من خودم که وزیر نیستم مستقیم برم پیشش، سفیرم نیستم برم پیشش، من خودم یکی از اولیای الله نیستم که به این درجه رسیده باشم که مستقیم برم پیش الله از الله بخوام. این ببینید قیاس الله با غیر الله، در حالی که لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر، در حالی که هیچ کسی مثل الله تعالی نیست. ولم یکن له کفوا احد. قیاس الله با بندگانش. گفتن شما میخوای بری پیش پادشاهی، وزیری، باید یه واسطه پیدا بکنی حداقل، نه و اون واسطه رو باید راضی کنی، هدیه بهش بده. برو پیش زن وزیر، بچه وزیر، سکرتر وزیر، برو پیش منشی پادشاه، پیش کسی از وزیر رو راضی کن، برو پیش پادشاه بهش خوب هدیه بده، راضیش بکن. اون که رفت کارت جوره، خیار جمعه، خیار جمعه. الله متعال این رو شرک نامیده. چرا؟ الله مگه نیاز به وزیر داره؟ الله وزیر، پادشاه وزیر درست پیدا میکنه به خاطر اینکه نمیتونه، زورش نمیرسه به تمام بلاد. وزیر نشان ضعفه، فرزند نشان ضعفه، همکار نشان ضعفه، مشاور نشان ضعفه، این همش ضعفه، این همش ضعفه. یاور نشان ضعفه. اصلا الله تعالی، قدرت الله تعالی، عظمت الله تعالی به خاطر چیه؟ به خاطر وحدانیتش. قل هو الله احد. چرا الله متعال تنها معبودش قابلش عبادته؟ چون نیازی به کسی نداره. الله الصمد. ببینید، الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد. نه پدر مادری داشته که به اونها نیاز داشته باشه و نه فرزندی داره که خودش به نیاز به فرزند داشته باشه. ولم یکن له کفوا احد. هیچ که مثلش. خلاصه کلام. سوره اخلاص، چرا اینو میگیم سوره اخلاص؟ چرا میگیم سوره قل الله احد میگیم اخلاص؟ چون از اینجا اخلاص میاد. چون از اینجا ما یاد میگیریم که عبادتمون چطور خالصانه باشه. چون از اینجا ما یاد میگیریم که آقا شرک چطور به وجود میاد. چون از اینجا یاد میگیریم که واسطه تراشی بین ما و الله وجود نداره. در همون آیه 18 سوره یونس که ما صحبت ما بود که الله تعالی فرمود اینها میگن هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الله تعالی چی جواب داد به اینها؟ اینا که بیچاره فکر میکنن عبادت. اصلا مشکل، مصیبت اینه که ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. این مشکل است. اینا فکر میکنن عبادت میکنن به والله. استاد رحیمی عزیز، مگر اون بیچاره‌ای که میره سر قبر میگه یا فلان مدد، مگر اشک نمیریزه؟ دقیقاً. مگر پول خرج نمیکنه؟ مگر پای پیاده کیلومترها نمیره برای سر قبر فلان و فلان؟ مگه این اخلاص نداره؟ اخلاص در این کارش داره، اما مشکل اینه که این اخلاصش فقط نزد این اخلاصه،
نزد الله تعالی این شرکه. این در دلش واقعا با تمام وجود داره این رو فریاد میزنه. این بیچاره داره تلاش میکنه، اما این نمیدونه که این قدم مسیر رو اشتباه رفته. اصلا این سفر طولانی رو تحمل میکنه اما به مقصد نمیرسه، آخرش نمیرسه به مکه، آخرش نمیرسه به کعبه. چرا؟ چون اصلا این مسیر رو اشتباه رفته. مسئله اینه که اینها، الله متعال در پاسخ به اینها چی فرمود؟ اینها که گفتن اینها شفعاءنا عند الله، قل، الله متعال فرمود اتنبئون الله، آیا الله تعالی رو از چیزی خبر میدید که لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، که اصلا در علم الله تعالی، نه که الله تعالی خلق کرده باشه یا خلق نکرده باشه، در علم الله تعالی اصلا همچین چیزی نیست. یعنی چی؟ یعنی نه قبلا بوده، نه الان هست و نه در آینده قرار است که باشد. علم الله تعالی یعنی این، یعنی آنچه گذشته بوده و الان است. علم غیب الله تعالی، نه گذشته، نه الان، نه حال، قرار نیست همچین چیزی بوده باشه، نه بوده و نه هست و نه خواهد بود. اتنبئون الله بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض سبحانه و تعالی عما یشرکون. آخر آیه چطور تمام شد؟ الله تعالی فرمود الله تعالی پاک منزه از اون شرکی که اینها انجام میدن. این شرک چی بود؟ یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. همین واسطه تراشی ناجایز بین خود و الله تعالی و قیاس باطل این مردگانی که از دنیا رفتن با زندگان، این دریچه شرک شد. الله متعال فرمود این توسل ناجایز شرک است. من قلبي الحيران ناديت يا منان أغمرني بالغفران وزدني إيمانا. من قلبي الحيران ناديت يا منان أغمرني بالغفران وزدني إيمانا. ذنبي تعلاني للذل أرداني. ذنبي تعلاني